برای شکوفا شدن هرگز دیر نیست. وقتی به ساخت و توسعه چیز جدید فکر می‌کنیم، اغلب چیزی که به ذهن ما خطور می‌کند یک جوان است که تمام زندگی خود را پیش رو دارد. اما این فقط یک تعصب است. همه ما بدون توجه به سن، توانایی شروع جدیدی در زندگی داریم. حتی یک فرد مسن می‌تواند تصمیم بگیرد که خود را پاک کند و دوباره خلق کند، زیرا آنها نیز تمامی زندگی خود را پیش رو دارند. مهم این نیست که چند سال دیگر ممکن است زندگی کنیم، بلکه مهم این است که با باقی مانده زمان چه خواهیم کرد. در ژاپن مردم اغلب در پایان زندگی کاری رسمی خود شروعی کاملا تازه دارند. افرادی که بیشتر عمر خود را در ادارات گذرانده‌اند و به نیازهای یک شرکت رسیدگی کرده‌اند، مسئولیت زندگی خود را بر عهده می‌گیرند. مانند جداهای قهرمان اصلی در فیلم‌های جنگ ستارگان، تا زمانی که نیرو با آنهاست، با انجام کاری که همیشه آرزوی انجام آن را داشتند، سن خود را به چالش می‌کشند. به همین دلیل است که دیدن راهنمایان تور 80 ساله یا مسن‌تر در ایستگاه‌های قطار کوچک رایج است که خدمات خود را به صورت داوطلبانه به بازدید کنندگان ارائه می‌دهند. به آنها درباره مناظر محلی توضیحاتی می‌دهند و اطلاعاتی در مورد ساعات کار اتوبوس‌ها و فرصت‌های پیاده‌روی در اختیار آنها قرار می‌دهند. برای مثال، مسافری که در ایستگاه یوداناکا پیاده می‌شود، این شهر را به خاطر چشمه‌های آب گرم آنسن و نقطه پرش برای بازدید از میمون‌های برفی ناگانو معروف است. در بدو ورود توسط این راهنمایان مسن و جذاب مورد استقبال قرار می‌گیرد. آنها خوشحالند که می‌توانند زبان انگلیسی خود را با مسافرانی از سراسر جهان بهبود ببخشند. همانطور که از استادان طول عمر در اوکیناوا در طول تحقیقات خود برای ایکیگای آموختیم، اگر به اندازه کافی شجاع باشید که کاری را که دوست دارید انجام دهید، هر روز میتواند بهترین روز زندگی شما باشد. اصطلاح دیر شکوفا اغلب برای توصیف کسی استفاده می شود که استعداد یا حتی ایکیگای خود را در سنین بالاتر کشف می کند. با مخالفت با نظر جمعی که رشد فکری در نوجوانی به اوج خود می رسد و هنگام بلوغ و با افزایش سن کاهش می یابد، دیر شکوفاها هرگز از پیشرفت و نو شدن دست نمی کشند و همیشه از خردی که به دست آوردند برای برداشتن گامی دیگر به سمت چالش‌های جدید استفاده می‌کنند. در اینجا دو مثال برای اثبات این موضوع وجود دارد که دستاوردهای بزرگ محدودیت سنی ندارند. اولی ملچورا زنی از فیلیپین است که 84 ساله بود که ناآرامی‌هایی در کشورش شروع شد. او به دور از ترس از مغازه‌اش به عنوان پناهگاه مجروحان و تحت تعقیب‌ها استفاده می‌کرد. علاوه بر این به انقلابیون آن محله ساده که جلسات مخفیانه برگزار می‌شد مشاوره می‌داد. اقدامات خرابکارانه این پیرزن مورد توجه مقامات استعماری قرار گرفت و مقامات او را بازداشت و در مورد هویت رهبران انقلابی از او بازجویی کردند. ملچورا آکینوآ از دادن هر گونه اطلاعات خودداری کرد و در نتیجه به جزایر ماریانا تبعید شد. هنگامی که ایالات متحده کنترل فیلیپین را به دست گرفت، ملچورا به عنوان یک قهرمان ملی به خانه بازگشت و زن بزرگ انقلاب نام گرفت. او بیش از 20 سال در ایجاد کشور جدید خود فعالانه شرکت داشت و در سن 107 سالگی درگذشت. هنرها زمینه حاصلخیزتری برای دیر شکوفاها هستند. هری متولد بریتانیا در 24 سالگی داستان کوتاهی منتشر کرد، اما تا 93 سالگی رمان دیوار نامرئی خود را شروع نکرد. او موفق شد آن را به پایان برساند و در سال 2007 در سن 96 سالگی شاهد انتشار آن بود. از هری در مورد تصمیم او برای نوشتن اولین رمانش در اواخر عمر پرسیده شد. او توضیح داد که تنهایی پس از فقدان همسرش که 67 سال با او زندگی کرده بود، انگیزه او را برانگیخت.
هری که از پاسخ خوانندگانش دلگرم شده بود پیش از مرگش 3 رمان دیگر نوشت. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز علاوه بر به جا گذاشتن این میراث گفت خدا می‌داند که چه پتانسیل های دیگری در کمین افراد دیگر است. اگر بتوانیم آنها را در تا 90 سالگی زنده نگه داریم. و شما کجا زندگی می کنید؟ افرادی که می توانند زندگی طولانی و معناداری داشته باشند معمولاً 2 ویژگی دارند. آنها از مأموریت خود آگاه هستند و می دانند چگونه از هر لحظه لذت ببرند. برای آنها لحظه، حال، فرصتی دائمی برای تجربه ایچیگو ایچیست. با این حال اگر به افراد اطرافمان یا حتی به خودمان نگاه کنیم خواهیم دید که اغلب اوقات ماندن در زمان حال دشوار است. افکار ما در همه جهات سرگردان هستند و سخت است که آنها را بر جایی که اکنون هستیم، روی کاری که اکنون انجام می دهیم و در حال حاضر با چه کسی هستیم متمرکز نگه داریم. اگر تنها هستید، کسی که با او هستید خودتان هستید. 4 احساس اصلی و زمان. 4 احساس اصلی وجود دارد. اگرچه روانشناس اجتماعی پل اکمن بر اساس حالات چهره ما آن را به 6 افزایش داد تا شامل تعجب و انزجار شود، آنها اثر خود را در زندگی ما به جا می‌گذارند و ما را در یک مکان یا مکان دیگر در زمان قرار می‌دهند. بیایید نگاهی به هر یک از آنها بیاندازیم. عصبانیت. این احساس که با غریزه بقای ما مرتبط است در اصل به ما کمک می کند تا با خطری روبرو شویم که ما یا عزیزانمان را تهدید می کند. به همین دلیل است که وقتی عصبانی می شویم ماهیچه های ما منقبض می شوند و ما را برای دفاع و ضد حمله آماده می کنند و ضربان قلبمان تندتر می شود. بدن ما آدرنالین و نورآدرنالین تولید می کند که پاسخ ما به استرس را بهینه می کند، اما در نهایت منجر به خستگی می شود. علاوه بر اینکه این احساس از نظر اجتماعی نامطلوب است، مشکل این است که به ندرت با هر تهدید واقعی مرتبط می شود. با توجه به اینکه این روزها به جز در شرایط فوق‌العاده خود را در یک منطقه جنگی یا قربانی یا یک حمله خیابانی میابیم و هیچ یغماگری وجود ندارد. در عوض زمانی که فکر میکنیم قربانی خطاکاری هستیم یا زمانی که اتفاقی برای ما ناعادلانه است عصبانی میشویم. اگر حمله کنیم غالباً کنترل خود را از دست میدهیم و مشکل را بدتر میکنیم، زیرا طرف مقابل نیز احساس خطر میکند و به نوبه خود حمله میکند. اگر خشم خود را سرکوب کنیم میتوانیم به خودمان آسیب برسانیم. چه حمله کنیم و چه سرکوب شویم، خشم همیشه یک احساس مخرب است. همانطور که بودا تعلیم داد نگه داشتن خشم مانند گرفتن زغال داغ به قصد پرتاب آن به سمت دیگری است. این شمایید که میسوزید. عصبانیت ما در اکثر موارد به خاطر تفسیر ما از اتفاقی است که افتاده و یا شخصی است که مرتکب این اتفاق شده. بنابراین خشم ما را به گذشته متصل نگه می‌دارد و ما را از لذت بردن از اینجا و اکنون باز می‌دارد. دومین احساس، اندوه. این احساس اغلب از احساس از دست دادن در مجموعه وسیع از موقعیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. زمانی که یکی از عزیزان خود را به دلیل مرگ یا جدایی از دست می‌دهیم، احساس غم و اندوه می‌کنیم.
و در حالی که خود را با شرایط جدید وفق می دهیم روند سوگواری را طی می کنیم. همچنین زمانی که یک شیء مفید یا با ارزش را گم می کنیم، مثلا یک تلفن همراه، یا وقتی ماشین ما خراب می شود یا درآمدمان کاهش می یابد، احساس ناراحتی می کنیم. نوعی غم وجودی تر هم وجود دارد که ما را به تأمل دعوت می کند، مانند زمانی که امید یا میل به زندگی را بدون دلیل آشکار از دست می دهیم و خود را در حالت بی‌تفاوتی می یابیم که ما را ضعیف می کند. وقتی این غم و اندوه برای مدت طولانی طول بکشد، می تواند منجر به افسردگی شود. وقتی غم سالم است، به ما این امکان را می دهد که بفهمیم چه اتفاقی افتاده است، با آنچه دوست داشتیم خداحافظی کنیم و یک استراتژی جدید برای حرکت به جلو در زندگی آماده کنیم. می توان آن را به هنر به هر شکلی به عنوان مسیری برای کیمیاگری درونی ما ترجمه کرد. از نقطه نظر فیزیولوژیکی، اکمن اشاره می کند که این احساس باعث می شود که پلک‌های خود را پایین بیاوریم و لب‌های خود را به پایین برگردانیم. کسی که غمگین است به آنچه در مقابلش است توجه نمی کند، در زمان حال نیست و به همین دلیل است که میگوییم نگاهی بیرنگ دارد. غم و اندوه ما را به گذشته وابسته نگه می دارد، زیرا توجه ما به آنچه از دست داده ایم، آنچه دیگر وجود ندارد یا آنچه می خواستیم اما به دست نیاوردیم متمرکز می کند. در هر صورت تا زمانی که غمگین هستیم در اینجا و اکنون نیستیم. سومین احساس ترس است. درست مانند خشم، این احساس ارتباط نزدیکی با غریزه بقای ما دارد و به ما در مورد تهدیدها یا آسیب‌های احتمالی هشدار می‌دهد. زمانی که انسان‌ها در جنگل زندگی می‌کردند، ترس برای تشخیص خطر قریب الوقوع و آماده سازی بدن ما برای مبارزه یا فرار ضروری بود. مانند خشم، ترس ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را فعال می کند که باعث می شود نبض و فشار خون ما بالا برود و همچنین دچار تنگی نفس شویم. سایر علائم فیزیکی ترس شامل عرق کردن، لرزش و تنش عضلانی است که گاهی اوقات باعث می شود احساس کنیم در حال فلج شدن هستیم. درست مانند خشم، مشکل این است که زنگ ترس ما اغلب زمانی به صدا در می آید که هیچ یغماگر یا تهدید واقعی وجود نداشته باشد. ما از اتفاقاتی می ترسیم که ممکن است اتفاق بیفتد، اما این یک تهدید فوری نیست. ما به دلیل از دست دادن شغل، شریک زندگی، توجه یا محبت دوستان و حتی سلامتی خود می ترسیم. زمانی که این ترس پیش بینی کننده بر اساس پیش بینی های ما از آنچه ممکن است اتفاق بیفتد تجربه می شود، می تواند منجر به اختلال اضطراب و حتی حملات پنیک شود. ترس ما آنقدر زیاد است که حتی ممکن است از ترس فلج شویم. ترس احساسی است که ما را به آینده پرتاب می کند. وقتی در ترس زندگی می کنیم، غیر ممکن است از کاری که انجام می دهیم و آنچه داریم لذت ببریم. چهارمین احساس شادی است. این کمترین احساسی است که مورد مطالعه قرار گرفته است و شخصیتی مرموز دارد، زیرا همیشه قابل توجیه نیست و برخی افراد تمایل خاصی به آن دارند، در حالی که برخی دیگر به نظر می رسد که آن را خراب می کنند. بسته به شدت آن، شادی ما را در طیفی از تجربیات درونی قرار می دهد، از رضایت آرام گرفته تا سرخوشی کنترل نشده. در تمامی این موارد این احساسی است که جشنی از زندگی، سرخوشی و خوشبینی را تداعی می کند. شادی ما را لبریز از علاقه می کند که توضیح می دهد چرا وقتی آن را تجربه می کنیم می خواهیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. وقتی احساس خوشبختی می کنیم همدلتر، بخشنده تر و انسانتر می شویم.
در یک مسابقه فوتبال بعد از اینکه بازیکنی گل میزند به سمت همتیمی‌هایش می‌دود و آنها را در آغوش می‌گیرد. خوشبختی چیزی است که ما تجربه می‌کنیم و چیزی است که می‌دهیم. شادی نه تنها ما را در سمت آفتاب زندگی قرار می‌دهد، بلکه ما را به دیگران نزدیکتر می‌کند. الکس روویرا، نویسنده و سخنران، بین دو نوع شادی تمایز قائل می‌شود: شادی با علت و شادی بدون علت. نوع اول به رویدادهای خارجی بستگی دارد و بنابراین زودگذر است. زمانی که تیم ما در یک مسابقه برنده می شود، زمانی که در لاتاری برنده می شویم، زمانی که ارتقا پیدا می کنیم، خوشبختی بدون دلیل از درون می آید. بدون دلیل خاصی، مانند انتقالی از روح که می توانیم تصمیم بگیریم با آن هماهنگ شویم. ما روی این احساس بی‌قید و شرط که ما را در حالت رضایت قرار می دهد در بخش عملی این کتاب کار خواهیم کرد. از 4 احساس اساسی که بررسی کردیم، فقط شادی متعلق به زمان حال است و خانه ایچیگو ایچی است. دقیقاً به این دلیل است که می‌دانیم فقط اکنون اتفاق می‌افتد و نه قبل از آن یا بعد از آن. با تسلیم کامل خود به لذت بردن از لحظه، آن را جشن می‌گیریم. ترجمه احساسات به زمان. از زمان رایج شدن مفهوم هوش هیجانی، ما به طور فزاینده این نسبت به احساسات خود آگاه شدیم. اما اغلب از این که چگونه احساساتمان باعث می‌شود به گذشته یا آینده سفر کنیم و نه برای لذت بی اطلاع هستیم. از این نظر تمرینی به سادگی تبدیل احساسات به زمان ابزار قدرتمندی برای بازگشت به زمان حال است، جایی که شادی، آرامش و توجه که مشخصه ایچیگو ایچیست را میتوان یافت. برای رسیدن به این هدف هر بار که احساس ناراحتی کردید فقط باید آن را ترجمه کنید، مانند این: آیا عصبانی، غمگین هستید؟ شما در گذشته زندگی میکنید. بازگردید، بیدار شوید. میترسید؟ شما در آینده زندگی میکنید. بازگردید. وقتی از پرتاب کردن خودمان به گذشته یا آینده دست برداریم، میتوانیم خوشبختی زمان حال را بازیابی کنیم. اگر احساسات را به زمان ترجمه کنیم، فرار از آنها برای ما بسیار آسان‌تر خواهد بود، زیرا هیچ کس دوست ندارد از زمان حال تبعید شود، جایی که اتفاقات مهمی در حال رخ دادن است. به همین دلیل است که اگر متوجه شویم در گذشته هستیم، آن را رها می‌کنیم و اگر در آینده باشیم برمیگردیم. چقدر در زمان حال به سر میبرید؟ ما این مسابقه کوچک را طراحی کردیم تا به شما کمک کنیم توانایی خود را برای حضور در زمان حال و در نتیجه لذت بردن از لحظه ارزیابی کنیم. 1. وقتی ایمیل، پیام متنی یا تماس تلفنی آزاردهنده دریافت می‌کنم. الف. ناراحت می‌شوم و بلافاصله پاسخ می‌دهم، اما بعد آن را فراموش می‌کنم. مدتی به آن فکر می‌کنم تا زمانی که راه درستی برای پاسخ دادن پیدا کنم. چه پاسخ دهم یا ندهم، وضعیت تمام روز یا چند روز روی من تاثیر و آن را برایم سخت‌تر می‌کند. 2. متوجه شدم که یک دوست صمیمی دیگر به من توجه یا محبت قبلی را نشان نمی‌دهد. از نظر من زیاد مهم نیست. فکر می‌کنم آنها باید استرس داشته باشند یا چیزهای دیگری در جریان است. به زودی، زمانی که مناسب باشد، دوباره همدیگر را خواهیم دید. من یک ایمیل طولانی می‌نویسم و تقاضای ملاقات می‌کنم. بنابراین می‌توانم بفهمم آیا کار اشتباهی انجام دادم یا آنها نوعی مشکل دارند. من واقعا از بی‌توجهی آنها رنجیدم و آنها را از لیست اولویت‌هایم حذف می‌کنم. اگر آنها نمی‌توانند محبت من را برگردانند، پس لیاقت من را ندارند.
3. من به تعطیلات میروم و به محض رسیدن به مقصد متوجه میشوم که شرکت هواپیمایی چمدان من را گم کرده است. 24 ساعت گذشته و هنوز پیدا نشده است. اجازه نمیدهم سفرم خراب شود. من میروم و لباس و وسایل شخصی لازم را میخرم و تعطیلاتم را ادامه میدهم. اگر چمدان پیدا نشود، وقتی به خانه برسم ارزش چیزهایی را که از دست دادم مطالبه میکنم. تعطیلاتم را ادامه میدهم، اما روزی چند بار به خطوط هوایی تماس میگیرم تا از جستجوی چمدان من دست نکشند. من مدام با آنها فشار میآورم. من از نداشتن لباس و سایر چیزهایم آنقدر ناراحت میشم که لذت بردن از تعطیلات برایم سخت است. من نمیتوانم از فحش دادن به خطوط هوایی و کارکنان بیکفایت آن دست بردارم. 4. در روزنامه خواندم که شرکت یا صنعتی که در آن کار میکنم به زودی دچار رکود خواهد شد. واکنش من این است: من به بهترین شکل ممکن کارم را انجام میدهم، زیرا این کاری است که میتوانم کنترل کنم. شروع به تماس با همکارانی میکنم که در همان زمینه کار میکنند تا ببینم آیا وضعیت به اندازه‌ای که شنیدم نگران کننده است یا خیر. من احساس اضطراب میکنم و شروع به جستجوی شغل جایگزین میکنم، در صورتی که همه چیز واقعا از بین برود. 5. شنیدم معلمم که برایم زحمت زیادی کشیده بود یک بیماری لاعلاج دارد. من تحقیق میکنم که او در کدام بیمارستان است، بنابراین میتوانم مدتی را با او بگذرانم. به ماهیت زودگذر زندگی و اینکه چگونه همه چیزهای خوب به پایان میرسند فکر میکنم. حالات افسردگی من تشدید میشود و به خودم میگویم از این به بعد باید معاینات منظم تری داشته باشم. نتایج: الف 0 امتیاز، ب 1 امتیاز و جیم ارزش 2 امتیاز دارد. مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید تا ببینید چگونه عمل کردید. بین 6 تا 10 امتیاز ضعیف است. در نتیجه استرس و اضطرابی که شما را از لذت بردن از زندگی باز می‌دارد به راحتی خود را به گذشته آینده پرتاب می‌کنید. شما باید یاد بگیرید که به زمان حال برگردید. بین 3 تا 5 جای بهبود دارد. سطح عصبی بودن شما دلیلی برای نگرانی نیست، اما اگر زمان کمتری را صرف کردن در مورد چیزها کنید، آرامش شما افزایش می‌یابد و بدون شک شادتر خواهید بود. با کمی آموزش می‌توانید آن را مدیریت کنید. 2 امتیاز یا کمتر عالی است. حتی اگر وقایع بتوانند شما را به گذشته آینده ببرند، شما می‌دانید که چگونه بلافاصله به زمان حال برگردید. شما استاد ایچیگو ایچی هستید و توانایی الهام بخشیدن به دیگران را دارید. هدیه‌ای که باید باز شود. از روزهایی که بودا به پیروانش آموخت که خود را در اینجا و اکنون لنگر بیاندازند 2500 سال می‌گذرد. چیزی که اغلب در نوک انگشتان ما آب می‌شود گویی برف است. در فصل بعدی نگاهی به چند استراتژی ارائه شده توسط زن برای نگه داشتن خودمان در زمان حال خواهیم انداخت و خواهیم دید که چگونه یک راهب ژاپنی بر استیو جابز تأثیر گذاشت. با این حال قبل از آن ما این فصل را با نگاهی به آنچه در درون ما اتفاق می‌افتد به پایان می‌رسانیم. وقتی موفق شویم خود را در زمان حال نگه داریم، از رنج گذشته و ترس‌هایمان از آینده دور می‌مانیم. 1 دهه پیش فیلیپ استاد روانشناسی استنفورد در پارادوکس زمان ذهنی را که به زمان حال توجه دارد توصیف کرد. وقتی ذهن آگاه باشید، از محیط اطرافتان و خودتان در زمان حال کاملا آگاه هستید. ذهن آگاهی زمانی را که شما با سر بالا در آب شنا می‌کنید افزایش می‌دهد. زمانی که می‌توانید خطرات و لذت‌های احتمالی را ببینید. وقتی ذهن آگاه باشید، از موقعیت و مقصدتان آگاه هستید. می‌توانید در مسیر خود اصلاحاتی ایجاد کنید.
برای کسانی که بیشتر عمر خود را در دوری از زمان حال می‌گذرانند، تجربه مانند این می‌تواند تحول آفرین باشد. جنیفر آکر و ملانی رارد، همکاران زیمبارد، در این آزمایش نشان دادند که در آن به چندین نفر کمک کردند و لحظه کوتاهی از بی‌زمانی را تجربه می‌کنند. طبق نتایج آنها، این افراد احساس می‌کردند که زمان بیشتری در دسترس دارند و کم حوصله هستند. بیشتر مایل بودند که زمان خود را داوطلبانه برای کمک به افراد دیگر اختصاص دهند و ترجیح دادند که موارد مادی را تجربه کنند. همانطور که آنها با لحظه جاری بودند، افراد گزارش کردند که از زندگی خود رضایت بیشتری داشتند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که چرا در زمان حال بودن علاوه بر معانی دیگر به معنای هدیه نیز می باشد. زمان حال هدیه است که لحظه به لحظه به ما تقدیم می شود تا فراموش نشدنی باشد. با این حال مانند هر هدیه‌ای ابتدا باید آن را باز کنیم. در ادامه خواهیم دید که چگونه این کار را انجام دهیم. مراقبه ذهن. چیزهای زیادی در مورد استیو جابز گفته شده است، اما یکی از جنبه‌های نسبتاً ناشناخته زندگی او با مراقبه ذهن شروع شد که برای طراحی‌های او در اپل بسیار مهم است. در طول 2 سالی که جابز در کالج گذراند، 1.5 سال از آن را به عنوان حسابرس فعالیت کرد، زیرا نمی‌توانست به طور کامل ثبت نام کند. گفته می شود که او بیشتر وقت خود را صرف مطالعه در مورد دین و فلسفه شرق می کرد. او این اکتشافات را با دوستش دانیل کتکه که سالها بعد روی اولین کامپیوترهای مکینتاش کار می کرد و امضای او در داخل آن ماشین‌ها هک شده بود در میان گذاشت. اما قبل از اینکه جابز سرنوشت خود را به عنوان یک کارآفرین بداند، در سال 1974 شروع به کار در آتاری در یک شرکت بازی‌های ویدیویی خانگی کرد تا برای سفر به آسیا پول پس‌انداز کند. پس از چند ماه او توانست شغل خود را ترک کند و به همراه دانیل کتکه که متوجه علاقه‌مندی معنوی جابز به کار شده بود به هند سفر کند. بعد از گذراندن ماه‌ها در سفر به دور هند با اتوبوس، آنها نتوانستند یک مرشد قانع کننده پیدا کنند. جالبترین اتفاق این سفر زمانی بود که یک راهب هندو با تیغ به جابز نزدیک شد و بدون هیچ هشدار قبلی سر او را تراشید. جابز بعد از چند ماه دوری مجدد برای کار به شرکت آتاری بازگشت و در ساخت بازی بیریکاوت شرکت کرد تا اینکه موفق شد اولین اپل را با شریک تجاری خود استیو وزنیاک بفروشد. تنها 5 سال بعد شرکت به سهامی عام تبدیل شد و بیش از 300 کارمند اپل را مولتی میلیونر کرد. آرامش زازن. زازن در لغت به معنای نشستن است و زن یکی از محبوب ترین اشکال مراقبه در ژاپن است. به طور سنتی با نشستن روی یک کوسن در حالت نیلوفر آبی یا نیلوفر آبی نیم باز انجام می شود. به طوری که صاف بنشینیم و استوار و پاها به صورت 4 زانو و دستها به صورت حلقه. مهمترین چیز این است که کمر خود را از لگن تا گردن صاف نگه دارید. مانند مراقبه زازن مدرسه رینزی، چشمان شما به سمت زمین و یا دیوار معطوف شود. مراقبه زازن هدف خاصی جز تمرکز تا حد امکان در زمان حال، مشاهده بدون دلبستگی به چیزهایی که از ذهن شما می‌گذرد ندارد. دوگن زنجی 1200 تا 1253 بنیانگذار این عمل میگوید
وقتی ساکت می نشینید به فکر نکردن فکر می کنید. چگونه به فکر نکردن فکر می کنید؟ فکر نکردن این هنر زازن است. قابل توجه است که استاد قدیم از خالی کردن ذهن سخن نمی گوید، زیرا غالباً به اشتباه هدف مراقبه در نظر گرفته می شود. فکر نکردن یعنی رها کردن هر چیزی که از ذهن ما می گذرد بدون اینکه به آن وابسته شویم. به این ترتیب می توانیم به حالتی بدون گذشته یا آینده برسیم که به ما امکان می دهد هر احساسی را در بدن خود در زمان حال احساس کنیم.